سلام علیکم و رحمت الله و و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. معلمه جان، امین نماز ویتر مثل فرض نماز شام خوانده می شود؟ طرز درستش برای که ما تا حاضر فقط در دویم رکعتش تشهد میخونیم حاضر باشد میگن نه مثل نماز شام نیست. اگر مثل نماز شام خواند هم گناهکار نمیشود. دربارش روایت هست خواهم. همان گونه که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه مثل نماز شام میخوانند، درباره این هم حدیث است. نماز شام ببخشید نماز ویتر، من دربارش یک نوار داشتم در یوتیوب، از آن هم استفاده کنید. نماز ویتر را شما میتوانید مثل شام خوانید. میتوانید 2 رکعت خوانید و سلام دهید و بعد 1 رکعت دیگر خوانده سلام دهید. میتوانید 2 رکعت خوانده عموما ننشینید و به رکعت سیوم بخیزید. فهمیدید؟ همه نمودش هم طریقه خواندنش در 4 مذهب هست و همش دلیل دارد. با یگانتش گناهگار نمیشوید انشاءالله، با یگانتش گناهگار نمیشوید. همه نمودش است. 2 رکعت خوانده سلام داده بعد 1 رکعت خوانیده میشود. 2 رکعت خوانده سلام داده باز 2 رکعت خوانده سلام داده 1 رکعت خوانیده میشود. چون که نماز ویتر 1 رکعت هم هست، 3 رکعت هم هست، 5 رکعت هم هست، 7 رکعت هم هست، 9 رکعت هم هست. یعنی از اون زیادیش هم بعضی علما میگن انشاءالله به همه نمودهایش از این که حدیث آمده است شما گناهگار نمیشوید. رحمت الله معلم جان، سلامت باشید.